هوایی مرکز هسته‌ای نتنز با دستور فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور آغاز شد. با استعانت از درگاه خداوند متعال و با حضور و اراده مصمم فرماندهان و همرزمان عزیز در یگانهای عملیاتی تحت کنترل عملیاتی شبکه یکپارچه پدافند هوایی، رزمایش مشترک پدافند هوایی اقتدار 1403 را با نام مبارک حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام آغاز می کنیم. یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب، سلام الله علیک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.